تمیزترین کشور دنیا که خیابوناش از خونه‌های ما هم تمیزترن. جایی که در خیابوناش نه رفتگر می‌بینید نه سطل زباله. بله، اینجا ژاپنه. جایی که پاکیزگی با نظم و احترام به دیگران حفظ میشه. نیازی به تعداد زیاد سطل زباله نیست، زیرا مردم به سادگی زباله نمی‌ریزن. در ژاپن سیستم سختگیرانه‌ای برای تفکیک زباله وجود داره. انواع مختلف زباله در کیسه‌های جداگانه بسته‌بندی میشن و در زمان‌های مشخصی جمع‌آوری. حتی کامیون‌های زباله در ژاپن با وجود سالها استفاده همچنان نو به نظر میرسن، چون کارکنان هر روز قبل از شروع کار اونا رو کاملا میشورن. برای جلوگیری از کثیف شدن جاده حتی لاستیکای کامیونا رو با آب و حوله تمیز میکنن. جمع کنندگان زباله در ژاپن کارمند دولتن. اونا حقوق خوبی میگیرن و به استانداردهای بالایی از کار پایبندن. حتی کامیون‌های حمل بتون در این کشور طوری تمیزن که انگار تازه از خط تولید کارخونه خارج شدن. این پاکیزگی نتیجه فرهنگ احترام و انضباطه. ژاپن به جهان نشون داده که نظم از هر یک از ما آغاز میشه. اگه صفحه فرافکت رو دنبال میکنی احتمالاً دیگه ما رو نمیبینی، اما اگه دنبال میکنی بهت تبریک میگم، تو هر روز در حال رشد هستی.